دوستان عزیز سلام علیکم. امروز یک لایحه نشون میدم کسایی که پرده میفروشن یا اینکه لباس میفروشن میخوان برندی خچون به تو وای کنه میرین هر جو هر چیز میکنین در کجا پیچات کنین چه کنین راست خدا زیادتی یعنی ما روی آسان شوفتیم یعنی ما خیلی لگاتیپ تصور کنین نیو کنین وای یک چیز یافتگیم لایحه من نمیخواد چیز نیو کنین میزنی برند در تنه بورد خب به یکون کس التماس کردن ایش هم میتونی با دیگر رنگ کنی با دیگر رنگ در تنش بزنید دیگه یعنی از چند تا میشه که زبورکا کردن همون ورق شما را پر کنی یعنی تصور کن در یک ورق برند هم میزنی روی میکنی خب چیزی باشه نباشه یعنی ما کاروبکای مثلا کاروبکا 11 نیم روبل میخریم اگر ما میگیم که در بالا هم خیلی لگاتیپ من باشه میگه که 20 روبل 21 روبل میشه تصور کنین ما باید زکات کردن 5000 6000 دونه زکات میکنیم سومی همی را موجود دایا سودکا بروواردگی یعنی آورا سومشا برووارده نمیشه یعنی ما هم در بورتون راسخود میشه الله که نیو کنید دم کاروبکام داد چیز خوین یعنی که پیچاد میشه کرده ببینید مثلا شما میزنیم با قفوش اینش میزنیم دیدید کاروبکای ما واش فرش مثلا لگاتی برو یعنی خیلی جمعش میکنیم نیو کنید چیکار میتونه مثلا کاروبکا رو محکم میکنی در بالای کاروبکا من نمیخواد در بالای کاروبکا دین چیکار میتونه کاروبکا رو مثلا میگه که در زبط پیچات کرده تمام